این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در یک هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه اگه رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد.